سلام همسالان عزیز. نوعی من امر دیمه باشد. این لحظه من میخواهم درباره یاری اولین در وقت یازیدن پایها، شکستن استخوانها و برآمدن بومها سخن گویم. اگر کسی از ما درباره این خاصیت یاری اولین آگاهی نداشته باشد، پس با دقت گوش کنید. در نتیجه حرکت‌های ناجا یا ضربخوری ممکن است پایهای پیوست کننده بوم ضرر بیند. در نتیجه اطراف بوم ورم کرده درمند می شود. چنین جای ضرر یافته بدن را یازش می نامد. هنگام رساندن یاری اولین به جای ضرب خورده، خلطچه یخ یا لطه با آب خنک‌تر کرده را گذاشتن لازم است. خنک‌کنی جای ضرر یافته در را سبک کرده ورم‌کنی را نگاه می دارد و خمروی داخلی را کم می کند. هنگام یازش پایها جای ضرر یافته را سخت و کپچ کردن ممکن است. دست و پای ضرر دیده را یازیدن، کشیدن یا گرم کردن ممکن نیست. بعد یاری اولین به دکتر مراجعت کردن لازم است. حرکت‌های ناجا باعث بجاشوی استخوان و برآمدن آنها می‌گردد. یاری اولین هنگام برآمدن استخوان از آن عبارت است که بوم ضرر دیده را در حالت آرام تام نگاه داشتن لازم است. دستی برآمده را با لیمانچه یا داکه به گردن کشال کردن در کار است. پای را باشد از واسطه های موجوده یعنی تختچه کردن سخت استفاده برده تخته بندی کردن ضرور است. برای سبک کردن درد به بوم ضرر دیده خلطچه یخ یا آب خنک مانده بعد آسیب دیده را به دکتر بردن لازم است. استخوان‌ها صرف نظر از باقویتیشان بعضا هنگام زخمی دار شوی سخت لط خوردن افتیدن می شکند. بسیارتر استخوان‌های دست و پای می شکند. اگر به شکستن استخوان‌ها گمان پیدا شود، تنها پوره به حرکت بستن جای ضرر یافته در را سبک می کند و به جاشوی استخوان پرده های شکسته را پیشگیری می کند. دست یا پای شکسته را با تخته بندی نگاه داشتن ممکن است. تخته های شکسته بندی در طبابت خانه ها موجودند. در جای واقعه آنها را می تواند از تختچه، نوده درختان و کردان تیار کند. تختچه را نه تنها در جای شکستگی بلکه در قسم صحت پای هم جایگیر می کند. چه طوری که در رسم نشان داده شده است هنگام شکستن بند دست تختچه را باید هم قسم بازو و هم پنجه را در بر گیرد. در این حالت استخوان پاره های شکسته به جا نمی شود. تختچه را با دست و پای با دکه سیربر، سچاق و غیره محکم می بندند. اگر تختچه نباشد دست شکسته را با تن و پای شکسته را با پای صحت دوکپچ کردن ممکن است. انا این بود یک چند معلومات طبی که من به شما فهمانیده گفتم. دوستان عزیز، حتما این نازکی ها را آموزید. خود را در کدام حالتی که نباشد احتیاط کنید. همیشه سلامت و بردم باشید. خیر.